کنیم در بین همین 15 جمهوریت خیلی مردم تاجیکی ما مردم ایماندار هست. اگر چنده که کوشش دارن که این مردم بیدین نشانتیان، مردم کمونیست نشانتیان، زردوشت نشانتیان، لیکن این مردم دیندار است. بنابراین بعد 70 سال زمان شوروی هم همین که شوروی حالی به پایان نرسیده او در زمانه هایی که سبوکی ها آمد کمتر و در زمانی گربچوف که باز آزادی وجدان و آزادی دین اجازت داده شد برای دیندارها، الکه این مردم به پررگی باز به ساختمان مسجد و به ساختمان مدرسه و باز به سفر برای طلب علم شروع کردند. 70 سال در زیر الحاد قرار داشتند.